الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 47 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه ما موضوع جدید را، یعنی نوی را به شما در باب توحید بیان خواهیم کرد. موضوع امروزه ما این خیلی که علما میگن الحنیف هو من اتى بالتوحید و ترک الشرك عن قصد و علم. حنیف کسی که در راه حق است، کسی که موحد است، همون کسی هست که توحید را به وجود آورده باشد و شرک را دیده و دانسته و فهمیده با علم و با قصد ترک کرده باشد. یعنی هر کسی که توحید را بیاموزد، بفهمد و عمل بکند و تحقیق بکند، شرک را بیاموزد و بفهمد و بعد از این به خاطر الله شرک را ترک بکند، به خاطر الله شرک را از خودش دور بکند و براءت از شرک و مشرکین بجوید، پس همین انسان را حنیف گفته می شود. حنیف کسی که از شرک دور شده است، به خاطر الله شرک را دیده است، فهمیده است که این شرک است، یعنی دانسته است که شرک است و به خاطر الله شرک را ترک نموده و توحید را عمل کرده است. این را حنیف گفته می شود. حنیف به مذهب ابو حنیفه هیچ تعلقی ندارد. ما وقتی که حنیف میگیم این به حنفی یا حنفیه یا ابو حنیفه هیچ تعلقی ندارد. حنیف این ملت ابراهیم است. ما از جانب الله سبحانه و تعالی امر شدیم، خیلی که در قرآن عظیم شان آمده است که الله سبحانه و تعالی به ما خبر میدهد که پیروی از ابراهیم بکنیم، اتباع ابراهیم بکنیم، اتباع و پیروی از ملت ابراهیم بکنیم و همین ملت ابراهیم را ملت حنیف گفته می شود. یعنی ابراهیم و پیروان ابراهیم در کدام منهج بودند؟ در منهج توحید بودند. ابراهیم امام موحدها بودند. پیروان ابراهیم، شاگردان و صحابگان ابراهیم علیه السلام، اینها نیز همه اشان حنیف بودند. یعنی کسانی بودند که توحید را از ابراهیم آموختند و شرک را آموختند و فهمیدند و دیدند که این شرک است و به خاطر الله شرک را ترک کردند. برای همین الله اونها را حنیف گفت. الله سبحانه و تعالی رسول اکرم صلی الله علیه و سلمش را امر کرد که پیروی از ملت ابراهیم نمایند. پس از این سخنی ما فهمیده می شود، البته این سخنی بنده نیست، این سخنی علما به مانند علمای سلف، به مانند صحابگان و تابعین و تبع التابعین، و این به اجماع تمام علما هست. این سخن به اجماع تمام علما و به اجماع، بگویم وقتی که اجماع میگیم اجماع صحابگان رضی الله عنهم است.
و تمام علما در کتابهای خود ذکر کرده اند، به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه، به مانند سلیمان ابن عبدالله، به مانند عبدالرحمن ابن حسن و به مانند دیگر از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت. هزارها علما که وجود دارند. پس مجرد ترک نمودن شرک بدون قصد، بی قصد، بی علم، نفهمیده و ندانسته شرک را ترک کردن، این کافی نیست. و همین ندیده و نفهمیده، شرک را نفهمیده، نشناخته، بی قصد، بی علم، شرک را شرک نگفته ترک کردن خودش تنها به مفردش، این برای داخل شدن به اسلام کافی نیست. اگر یک انسان بگوید که من مسلمانم، من موحدم، اما شرک را نفهمد و شرک را به خاطر الله ترک نکند، این انسان مسلمان نیست. اگرچه شرک را نکند هم، یعنی یک انسان است که شرک نمی کند، یک انسان است که شرک نمی کند اما به خاطر الله نمی کند. کسانی که شرک را انجام نمی دهند به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اول کسانی هستند که شرک را شرک می گویند، شرک را انجام نمی دهند، از شرک براءت می جویند، از اهل شرک مشرکین هم براءت می جویند و همین همه کارشان را به خاطر الله می کنند. به خاطر این می کنند که الله این امر را کرده است، اطاعت الله می کنند. الله امر کرده است که این شرک است، از شرک دور شید. این انسان بهترین انسان است و این موحد است. یک نفر قسم دوم مشرک نیست، اما کسی هست که البته شرک را ترک کرده است. قسم دومی کسی که شرک را ترک کرده است، این کسی است که شرک را ترک می کند، شرک را انجام نمی دهد، اما نه به خاطر الله بلکه به خاطر عرف عادتش، به خاطر اینکه به خودش معقول نیست، نه به خاطر امر الله. شرک را نمیشناسد، شرک را انجام نمیدهد، اما نمیداند که این شرک است. از اهل شرک براءت ندارد، از مشرکین براءت ندارد. شرک را فقط به مجرد این ترک کرده است که به خودش معقول نیست، یا عرف عادت، به خاطر عرف عادت یا به خاطر آداب و اخلاق ترک کرده است، نه به خاطر الله، نه قصدا لله. به علم، ندیده و نفهمیده و ندانسته شرک را نه به خاطر الله، نه به خاطر اینکه الله ترک کنید گفته است، همچون یک چیز عادی هم خود ترک کرده است، این حالا مسلمان نیست، این در کفر است. به مثال دیگر ما میتوانیم به شما کمی واضح تر بکنیم. یک انسان است عرق نمیخورد و عرق نخوردن را میگوید که به خاطر این عرق نمیخورم که الله از عرق خوردن ما را منع کرده است، عرق خوردن را حرام کرده است، به خاطر همین من الله را اطاعت میکنم، عرق نمیخورم. یک نفری دیگر است قسم دوم عرق نمیخورد، این هم عرق نمیخورد، شراب نمی نوشد، اما این عملش را به خاطر الله نمی کند. میگد که من خودم من شراب نمی نوشم، الله شراب ننوشید گفتن رو هم نمیدانم، من از پیش خودم عرق نوشیدن را بد میبینم، یا به خاطر بویش، یا به خاطر طعمش، یا به خاطر بدیهایش بد میبینم، اما الله در مسئله شراب چی گفت نگفت من خبر ندارم. این دومین کسی که یک کار گناه را ترک میکند نه به خاطر الله بلکه به خاطر خودش، این اجر و ثواب نمیگیرد. ما باید هر یک کار حرامی که الله سبحانه و تعالی حرام ذکر کرده است و انجام دادنش را حرام کرده است، ما باید به خاطر الله این کار حرام را ترک کنیم. یعنی بگوییم که من زنا نمی کنم به خاطر اینکه الله نهی کرده است که، یعنی باز داشته است که ما زنا بکنیم، به خاطر الله زنا نمی کنم. زنا چی بودن را من از قرآن و سنت فهمیدم و زنا نمی کنم. من شراب نمی نوشم به خاطر اینکه الله از شراب نوشی من کرد. من پرتسند بازی و ریباخوری نمی کنم به خاطر اینکه الله
رباخوری را حرام کرد. و من شرک را انجام نمیدهم برای این که الله شرک را حرام کرد و انا این عبادت غیر الله شرک است، دعا کردن غیر الله شرک است، رفتن به سر قبرها و مزار پرستی شرک است، حکم کردن به حکم غیر الله شرک است و کفر است و مراجعت کردن به محکمه های غیر شرعی، به محکمه های قانون های وضعی، به این سودهای دنیوی مراجعت کردن کفر است و شرک است. به همین خاطر من این عمل ها را انجام نمیدم. من موحدم به خاطر اینکه الله این را شرک گفت. انا من حنیف می شود، انا من موحد می شود. اما فقط شرک را ترک کند، نداند شرک را، شرک بودنش را قصد نکند، تعمد نداشته باشد، به مجرد ترک کردن شرک انسان موحد نمی شود. پس لازم است که انسان شرک را قصدن فهمیده، آموخته، دیده به خاطر الله شرک را امتثال به امر الله شوان ترک کند و از کفر هم همچنین دست کشد به خاطر الله و براءت جوید از شرک. دانید کسانی که شرک را نفهمیده، ندانسته، نه همچون امر الله بلکه همچون نفوریدن به نفس خودشان یا همچون از جهالت شرک را ترک میکنند، شرک را شرک نگفته ترک میکنند، اونها براءت از شرک ندارند. کسی که شرک را میفهمد که شرک است بعد از این براءت میکند. پس براءت از شرک این از اصول دین است و براءت از مشرکین هم از اصول دین است. کسی که اطاعت امر الله میکند، شرک را از قصد ترک میکند، اول می آموزد، میفهمد، با علم شرک را ترک میکند، این شرک را ترک میکند. این انسان براءت از شرک میجوید و براءت از مشرکین میجوید، برای اینکه این شرک را فهمید و شناخت و اهل شرک را فهمید و شناخت و بعد از این ترک کرد و براءت را اعلان کرد. اما کسی که شرک را ترک میکند نفهمیده و ندانسته، این از شرک براءت را اعلان نمیکند و از مشرکینی که همون به همون واسطه شرک مشرک میشوند، از همونها هم براءت را اعلان نمیکند. این مشکلی بسیاری از مسلمان ها هست که امروز دعوای مسلمانی دارند. امروز میلیون ها انسان خود را مسلمان میگویند، شرک را انجام نمیدهند، اما براءت از شرک ندارند. چرا که شرک را اینها به خاطر الله ترک نکردند، شرک را شناخته و دیده و فهمیده ترک نکردند، بلکه همتو به خاطر عرف، به خاطر عادت شرک را شرک نگفته ترک کردند. از همین جهت از شرک براءت ندارند، از همین جهت از مشرکین براءت ندارند. پس برادرم و خواهر موحدم، فقط ترک کردن شرک این کافی نیست. باید از همون شرک براءت جویی، باید از همون مشرکی که به واسطه همون شرک مشرک شده است، از همون مشرک هم، از اهل شرک هم براءت جویی و همه این عملات را در اساس امر الله و رسولش بکنی. یعنی بدانی که همین شرک است، به این خبر داشته باشی از یک عالم طالب علم از قرآن و سنت و غیره، دانی که این شرک است، به خاطر الله ترکش بکنی. مثلا انسان هایی هستند که از قبر رفته طلب دعا نمی کنند. یعنی انسان هایی هستند که قبر پرست نیستند، به نزد قبر رفته ذبح نمی کنند، به قبر نظر هم نمی کنند، به قبر رفته از اون دعا هم نمی کنند، وسیله و استغاثه هم نمی کنند و غیره و ذلک. یگون شرک را انجام نمی دهند، اما این انجام ندادن را فقط از پیش خود، یعنی خودشون این عمل را انجام نمی دهند، نه اطاعت الله، بلکه خودش این عمل را انجام نمی دهد. یعنی میگوید که در عصر 21 به نزد قبر رفتن این درست نیست، این دنیای یعنی مشهور است، اینها میگن ریالیست، یعنی میگن این هیچ حقیقتی ندارد، از همین جهت من به نزد قبر نمیروم، به نزد قبر رفتن همش دروغ است میگن. اما نمیگوید که این امر الله است که من باید به نزد قبر نروم، الله از نزد قبر رفتن باز داشته است، این شرک است من باید ترک کنم، نمیگوید، بلکه میگوید که این به عقل انسان نمیگنجد.
یعنی من میگم من روشن فکر هستم، به نزد قبر رفتن و قبر رو دعا کردن و از قبر پرسیدن به عقل من نمیگنجد. یعنی به من معقول نیست. این عقب موندگی است. میگوید او ترک میکند، به خاطر الله ترک نمیکند. همون را شرک و این نهی کرده الله گویان ترک نمیکند. پس این انسان حالا مسلمانش داشت. به این سخنمان دلیل است که الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبع ملت ابراهیم حنیفه. ابن کثیر در تفسیر این آیت میگن یعنی پیروی از ملت ابراهیمی حنیف کردند. حنیف چیست؟ حنیف میگن ابن کثیر رحمه الله در تفسیر همین آیت در کتاب تفسیرشون قرآن العظیم، الحنیف هو المائل عن الشرك قصدا ای تارکا له عن بصیره. حنیف، ملت ابراهیم، حنیف موحدی حقیقی. حنیف همون کس رو گفته می شود که همون کسی است که مائل از شرک به طرف توحید دیده و دانسته باشد. یعنی شرک را دیده و فهمیده و دانسته، شرک بودنش را فهمیده، از شرک دور بشود، از شرک براءت بکند، از اهل شرک براءت بکند و به سوی توحید بیاید. در دوامش میگن که ای تارکا له عن بصیره، یعنی معنای این آیت همین است که میگن شرک رو با بصیرت ترک بکند. بصیرت چیست؟ بصیرت یعنی حق را شناسد و فهمد، باطل را شناسد و فهمد. بصیرت در معنای شرک همین است که هر کسی که شرک را فهمیده، آموخته، دانسته، با علم، با بصیرت ترک بکند و توحید را با علم، با فهمیش و با آموختن چنگ بزند. یعنی ترک کردن شرک باید به علم باشد، به خاطر الله باشد، اطاعت به الله باشد و امتثال به امر الله باشد. و چنگ زدن به توحید هم باید به علم باشد و به فهمیدن باشد. و ابن کثیر باز در جایهای دیگری تفسیرشان میگن که المنحرف قصدا عن الشرك الى التوحید، یعنی هر کسی که از شرک قصدن دیده و دانسته و فهمیده منحرف می شود به سوی توحید. یعنی هر کسی که قصدن دیده و دانسته شرک را ترک می کند و توحید را عمل می کند. برادران و خواهران عزیزم، آیا شرک را نه آموخته نه فهمیده ترک کردن ممکن است؟ البته نیست. اگر انسان نه آموخته و نه فهمیده شرک را ترک میکرد، نه آموخته و نه فهمیده موحد میشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدنشون لازم نبود، پیامبران آمدنشون لازم نبود. همه خود به خود شرک را ترک میکرد و خود به خود موحد میشد. اما خود به خود شدن ناممکن است. در منهج اهل سنت و الجماعت، در دین اسلام، در شریعت اسلام، انسان خود به خود شرک را ترک کرده و خود به خود موحد شدنش ناممکن است. برای همین الله سبحانه و تعالی رسولانش را میفرستد. بله هست کسانی که شرک را خود به خود ترک کرده است و توحید را خود به خود انجام میدهد، اما اگر این عملش به خاطر الله نباشد، امتثال امر الله نباشد، یعنی به خاطر اطاعت الله نباشد، ما گفتیم قبول نیست. باید انسان شرک را ترک کند به خاطر الله، بگوید که الله مرا امر کرد که من ترک میکنم، و توحید را انجام بدهد، بگوید که الله مرا امر کرد که توحید را انجام میدم. انا همین نمود ترک شرک و عمل نمودن و قبول توحید در نزد الله سبحانه و تعالی قبول میشد. پس هر کسی که قصدن از شرک روی تافت، از مشرکین روی تافت و به سوی توحید آمد، انا من را حنیف گفته میشد. و در همین تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر رحمه الله میگن که و مقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد ولا يرده رد. یعنی هر کسی که به سوی حق اقبال نماید، هر کسی که به سوی حق بیاید، کاملا به سوی حق بیاید، یعنی هر کسی که 100% کاملا به پررگی به سوی حق بیاید که هیچ کس پیش او را گرفته نتواند،
و هیچ کس او را از این راه حق دور کرده نتواند. انمون را حنیف گفته می شود. از همین جهت علما میگن که فمن ترک الشرك وفاقا وعاده من غیر قصد لا يصدق عليه او لا يصدق عليه انه اتبع ملة ابراهيم الذي صرح بالكفر بالطاغوت وصدع بتكفير اهله. هر کسی که شرک را ترک نماید موافق با عادتش، یعنی شرک را نه به خاطر الله ترک کنه، شرک را به خاطر عرف عادت ترک بکند، از غیر قصد قصدن شرک را ترک نکند، به خاطر عرف عادتش ترک کند، پس به این نمود اینها پیروان ملت ابراهیم گفتن درست نیست و راست نمی آید. به این نمود انسان ها راست نمی آید که بگویم که اینها پیروان ملت ابراهیم هستند. آنهایی که یعنی ملت ابراهیم کسانی هستند که آشکار واضح کفر به طاغوت را بیان کردند و آشکار واضح در روبروی اهل باطل حق را بیان کردند و اهل شرک را تکفیر کردند. این ملت ابراهیم هستند. هر کسی که آشکار و واضح دیده و دانسته حق و باطل را بینش را فرق گذاشته، بعد از این شرک را ترک کرده و توحید را عمل نکرده باشد، این توحیدش صحیح نیست. برای همین علما میگویند، یک تنبیه به شما میدیم، آگاه باشید که علمای اهل سنت والجماعت میگن لا تنفع لا اله الا الله الا العالم بمعناها العالم بمقتضاها. لا اله الا الله منفعت نمی بخشد مگرم به همون انسان هایی که معنایش را عالم باشند، همون انسان هایی که معنای لا اله الا الله را بدانند و عمل به مقتضای طلبات لا اله الا الله بکنند. یعنی به عباره دیگر اگر بگوییم لا اله الا الله همان وقت به انسان فایده می بخشد که انسان معنای لا اله الا الله را بداند و بعد از این به مقتضا و طلبات لا اله الا الله عمل بکند. هر کسی که لا اله الا الله را نطق بکند، بگوید، معنای لا اله الا الله را نداند، طلبات لا اله الا الله را به جا نآورد، این مسلمان نیست، مشرک است. بیایید سخن علما را نظر بکنیم. یکی از بزرگترین شیخ اهل سنت والجماعت، امام اهل سنت والجماعت، شیخ سلیمان بن عبدالله در کتاب تیسیر العزیز الحمید در شرح کتاب التوحید که مؤلفش محمد بن عبدالوهاب هستند، میگویند وقتی که کتاب محمد بن عبدالوهاب را شرح میدن در کتاب تیسیر العزیز الحمید میگویند که ولا ریب انه لو قالها احد من المشرکین ونطق بشهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يعرف معنى الاله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذاك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فاتبعهم ولم يفعل شيء من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. یعنی هیچ شکی نیست که میگن هر انسانی که از مشرک ها، یعنی هر انسانی که از مشرک ها، یا که بگیم هیچ شکی نیست که اگر یکی از مشرکین بگوید لا اله الا الله، یعنی شهادتین را نطق بکند، یکی از مشرکین لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید اما معنای اله را نداند، لا اله چی معنی دارد نداند، الا الله نداند، محمد رسول الله محمد رسول چی است نداند، معنای لا اله الا الله را نداند، یعنی اله را نداند، رسول را نداند و بعد از این لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید و معناش را نداند، صلی نماز خواند، صام روزه بدارد، حج بکند و این عملهای انجام داده ایستادنش را به خاطر چی کرده ایستاده است نداند، برای اینکه لا اله الا الله را نمیداند، فقط به خاطر اینکه مسلمان ها کرده ایستادن این هم میکند، به خاطر اینکه مردم کرده ایستادن این هم میکند، پیروی از مردم میکند، یک ذره شرک را انجام نمیدهد، اما شرک را انجام نمیدهد، اما عمل شرکی، اعتقاد شرکی، سخن شرکی ندارد، اما با وجود این میگویند که فانه لا یشک احد فی عدم اسلامی، هیچ کسی شک ندارد که اسلامش صحیح نیست یا که اصلا اسلام دارد، یعنی مسلمان نیست، کافر است.
معنای سخن شیخ رو مختصرا بگویم این است که هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید، معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را نداند، این مسلمان نیست. گرچنده که شرک را انجام ندهد، برای این که این شرک را به خاطر چی انجام نداده است خودش بیخبر است، به خاطر این که علم به لا اله الا الله ندارد، این مسلمان نیست. این به اجماع علما است، این به اجماع است. و این چنین در همین کتاب تیسیر العزیز الحمید رحمه الله ذکر میکنند و میگویند که اما النطق بها من غیر معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع فتبا لمن كان أبو جهل وغيره أعلم منه بلا إله إلا الله. سبحان الله. میگویند اما نطق کردن به لا اله الا الله در حالت نفهمیدن و نشناختن معنای لا اله الا الله، در حالت عمل نکردن به مقتضای لا اله الا الله، این نمودی گفتن لا اله الا الله هیچ منفعت برای گوینده لا اله الا الله نمی بخشد و این به اجماع است. یعنی هر کسی که لا اله الا الله را نطق بکند، معنای لا اله الا الله را نداند، عمل به مقتضای لا اله الا الله نکند، یعنی شرک را نشناسد، شرک را ترک به خاطر الله نکند، دیده و دانسته ترک نکند، معناش را نفهمد، لا اله الا الله به این چنین انسان هیچ فایده نمی بخشد و این به اجماع است. فإنه بالإجماع فتبا لمن كان ابو جهل، پس بدی بود، شرمنده بود کسی که ابو جهل از او دیده داناتر به معنای لا اله الا الله است. این سخن چه معنی دارد؟ یعنی ابو جهل فرعون این امت، دشمن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، معنای لا اله الا الله را میدونست. ابو جهل فهمید که لا اله الا الله محمد رسول الله را وقتی که نطق میکنی و قبول میکنی، باید تمام این شرک هایی که هست ترک بکنی. باید لات، منات، عزا، این هیکل پرستی و این سنگ پرستی و این وسیله گیری هایی که در زمان مشرکین قریش بود، همش رو باید ترک بکنی. از همین جهت ابو جهل قبول کردن نتوانست. پس مقصد این است که شیخ خالد المرضى الغامدی میگویند در کتاب عقیدة التوحید: فمن ترك الشرك مثل عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الأموات لكن لم يكفر بها وكان تركه لها تركا مجردا لم يعتبر بذلك من أهل الإسلام. هر کسی که شرک را ترک نماید، مثل عبادت کردن رسول صلی الله علیه وسلم یا که مثل دعا کردن مرده ها، یعنی هر کسی که ترک کند شرک را، کدام نمود شرک را؟ یگان نمود شرک را، مثلا دعا کردن مرده ها را، یک انسان شرک دعا را ترک کند، اما همون انسان هایی که این شرک را انجام می دهند همون ها را کافر نگوید، پس این خودش حالا مسلمان نیست، از اهل اسلام نیست، برای اینکه این ترکش یک ترک مجردی هست که با این نمود ترک انسان مسلمان نمیشد. در دوامش میگن: او لو ان شخصا حكم بما انزل الله ولكن لم يكفر بحكم ما سواه وترك التحاكم للقوانين الوضعية الشركية الطاغوتية لكن لم يكفر بكفر الطاغوت قصدا كما أمر الله عز وجل فإن هذا لا يعتبر من أهل التوحيد ولا آمن بالله وحده بل هو مشرك. سبحان الله. یا که میگن هر شخصی که حکم میکند به حکم بما انزل الله، یعنی به حکم الله و رسولش، هر شخصی که به حکم الله و رسول حکم میکند، لیکن کسانی را که حکم به غیر حکم الله و رسول میکند تکفیر نمیکند، کافر نمیشمرد. سبحان الله. و کسانی که مراجعت به محکمه های سودهای طاغوتی میکند اونها را هم کافر نمیشمرد. کسانی که مراجعت
به محکمه های قانون های وضعی شرکی طاغوتی کفر میکند اونها رو کفر نشمارد؟ پس این انسان کفر بر طاغوت نورزیده است. چگونه که الله سبحانه و تعالی امر میکند همچنین کفر بر طاغوت نورزیده است. پس این چنین انسان اگرچه حکم به حکم الله هم کند مسلمان گفته نمی شود، از اهل توحید شماریده نمی شود، ایمان به الله آورده است گفته نمی شود، بلکه این انسان مشرک است. مختصری سخن شیخ همین است که هر کسی که یک شرک را ترک کند اما عمل کننده همون شرک را تکفیر نکند و از همون عمل کننده همون شرک براءت نجوید، این خودش مسلمان نیست. مثلا هر کسی که میگن حکم به حکم الله رسول بکند، حاکم باشد به حکم الله رسول حکم میکند اما حاکمانی بغیر ما انزل الله را تکفیر نمیکند، اونها را درست میگد. اما کسانی که مراجعت به محکمه های سعودی غیر شرعی میرن اونها را تکفیر نمیکند، اونها را درست میگد، این خودش کافر است، مسلمان نیست، مشرک است. پس شیخ یک نصیحت خوبه در آخر میکنند و میگن که فتنبه این کان للتوحید شأن عندك. پس آگاه باش ای مرد و ای زنی مسلمان، آگاه باش، آگاه باش اگر در نزد تو توحید یک ذره قدر داشته باشد. الله اکبر. پس بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که ما را از اهل توحید قرار بدهد، ترک کنندگان شرک با قصد و با علم و به خاطر الله گرداند. ما را از جمله کسانی بگرداند که حنیف باشیم و پیرو از ملت ابراهیم الحنیف باشیم. ما را از جمله کسانی گردان ای الله که توحید را با علم و قصد انجام بدهیم و شرک را با علم و قصد ترک نماییم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.